روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست. منظورتان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی. استحصال ارد در کارخانه‌های صنعتی تاجیکستان 35% کم شده است. شهروندان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را یک شرکت خصوصی نظامی با نام واگنر به جنگ اوکراین میبرد. همکاری پیشین عزت امان بعد یک ماه ناپدید شوی در روسیه از 13 دوشنبه از خود درک داد. علی شچینه یکی از آوازخوان‌های مشهور هندی کارگردان و عشقش را از تاجیکستان یافته است. در برنامه امروز تفصیلات این و خبرهای دیگر را داریم. یک نجات بخشی کمیته حالت‌های فوق‌العاده برای نجات نفری از غرق شوی قدردانی شده است. به اطلاع کمیته جنیدالله علیزاده سرمتخصص چاره‌بینی‌های مدافع گراژدنی و حفظ اهالی روز 24 ایول هنگام نوبتداری همراه با همکاران در ساحل کانال در دوشنبه شاهد غرق شدن مرد شده برای نجات او خود را به آب می‌پرتاید. رهبریت کمیته علیزاده را برای جسارت با مدال و تحفه‌ها قدردانی کردند. افزایش موردهای غرق شوی ساکنان در آب و رودخانه‌ها نگرانی ها را به بار آورده است. مقامات از فوت 5 نورس در یک روز در پی غرق شوی خبر دادند. سبب به گفته آنها شناوری در موضع‌های خطرناک است. در نیم سال اخیر استحصال ارد در کارخانه‌های صنعتی تاجیکستان 35% کم شده است. این نکته در مجلس حکومت تاجیکستان گفته شد. جلسه تحت رهبری پرزیدنت امامعلی رحمان روز 28 ایول برگزار شده در آن وضع اقتصادی و اجتماعی کشور در نیم سال اخیر بررسی گردیده است. در این جلسه وزارت صنعت و اساسیاسیون وارد کنندگان و کارکرد غله و محصولات غله‌دانگی برای دریافت راه‌های آلترناتیوی وارد کردن غله از خارج کشور دستور گرفتند. در پی تحریم‌ها و اقتصاد روسیه و منع و محدود شوی صادرات غله از قزاقستان نرخ ارد در تاجیکستان بالا رفت. ارزش یک خلطه ارد حالا از 380 تا به 400 سومانی میرسد. پرزیدنت در جلسه حکومتی دیگر باره به ذخیره آذوقه‌واری در خانواده‌ها تاکید کرده برای حفظ امنیت آذوقه‌واری استفاده عاقلانه هر یک وجب زمین و گرفتن 3-4 حاصل سپارش داده است. این بار اول نیست که امامعلی رحمان به این موضوع تاکید میکنند. ساکنان میگویند در شرایط فعلی امکان ذخیره ندارند. امامعلی رحمان در جلسه حکومت گفته است با وجود بحران اقتصادی، ادامه تحریم‌ها و بالاروی بی سابقه نرخ مال و محصولات در بازار جهانی، اقتصاد کشور بیش از 7% رشد یافته به بودجه زیاده از 15 میلیارد سومانی وارد شده است. دادستانی ولایت سوخت گفته است در رابطه با کشتار پرسر و صدای 2 زن فراش در اداره زمین ناحیه دیوشتیچ کارمند این کمیته بازداشت شده است. نسبت او با ماده آدمکشی پرونده بازداشت شده است. قبلا مقامات از بازداشت 2 گمانبر در قتل زنان خبر داده بودند. همکار ما فرزان محمدی امروز در این باره گزارش دارد. برنامه اخبار آزادی را که 3 ساعت بعد نشر می شود حتما همراهی کنید. همچنین در این برنامه یک گزارش دیگر درباره زرشویی در تاجیکستان داریم که در آن همکار ما درباره کم شدن توجه به این کسب دشوار ولی سردرآمد نقل می‌کند. نیروهای اوکراین تلاش دارند ولایت جنوبی خرسن را از نیروهای تجاوزگر روس بازپس بگیرند. در همین حال رئیس ولایت کیرووگراد اوکراین اندری رایکوویچ میگوید 28 ایول در نتیجه آتشباران این استان مرکزی 5 نفر کشته و کمش 20 کس دیگر جراحت برداشتند. گفته می شود که شهر کروپنیتسکی واقع در 300 کیلومتری جنوب کیف با آتش نیروهای روسیه مواجه شد. موشک‌های روسیه به ولایت‌های کیف، چرنیگیف، میکولایف و خارکیف نیز اصابت کردند. در جنوب اوکراین هفته‌های اخیر نیروهای این کشور یک عده منطقه‌ها را اشغال نموده به مرز شمالی ولایت خرسن نزدیک شدند. هدف از این عملیات پاکسازی خرسن از نیروهای روسیه بوده است. شهروندان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را یک شرکت خصوصی نظامی واگنر به جنگ اوکراین جلب می‌کند. خبرنگاران مرکزی تحقیقات مدیا هاب معین کردند که شرکت با نشر اعلان جای کار گویا برای اداره‌های خصوصی محافظتی پاسبان می‌جوید، اما در اصل به داوطلبان کاری دیگر شرکت در جنگ اوکراین را
پیشنهاد میکند. با زرخریدان 240,000 روبل ماهانه و شهروندی روسیه را وعده میدهند، اما شرط اصلی این است که آنها باید با خود تلفن موبیل نگیرند و تمام صحیفه هایشان را در شبکه‌های اجتماعی پاک کنند. آژانسی مهاجرتی کاری ازبکستان اخیراً از آنهایی که در روسیه کار میکنند خواسته است ضمن انتخاب کار احتیاط کنند تا به جنگ اوکراین سفربر نشوند. به اطلاع مقامات ازبکستان برای زرخریدی طبق قانون این کشور از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. تاجیکستان هم برای زرخریدی و شرکت در جنگ خارجی جزا پیش بینی کرده است، اما تاکنون هیچ مقام رسمی در این باره واکنش نکرده است. امامعلی خالف همکاری پیشین عزت امان بعد یک ماه ناپدید شوی در روسیه از سزای دوشنبه از خود درک داد. پیوندانش گفتند که در نسبت او با ماده 307 قسم 1 دعوت عمومی به تندگرایی با استفاده از واسطه‌های اخباری عامه یا شبکه‌های اینترنتی پرونده باز شده است. مقامات تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی که با تفتیشات پرونده امامعلی خالف شروع کردند جزئیات آن را شرح نمی‌دهند. دلارام بای محمد و همسر امامعلی خالف روز 28 ایول گفت برای حمایت شوهرش با چند وکیل مدافع صحبت کرد، ولی همه از حمایتش دست کشیدند. امامعلی خالف 30 ساله زاده ناحیه دنغره بوده، چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت. علیشا چینای یکی از آوازخوانان مشهور هندی کارگردان و عشقش را از تاجیکستان یافته است. داستان جالب همکاری و آشنایی آوازخوان معروف با مرد تاجیک را روزنامه The Indian Express قصه کرده است. علیشا چینای خواننده ترانه معروف زوبی زوبی است. او را ملکه پاپ هندی هم نام میبرند. به نوشته رسانه هندی، کارگردان و مرد دوست داشته چینای فرقت اعظموف شهروند تاجیکستان و یکی از مخلصان اشدی این آوازخوان است. او اکثر سرودهای علیشا را از یاد کرده آرزوی دیدار و شناسایی با آوازخوان را داشته است. علیشا و فرقت تابستان سال 2020 زمانی با هم آشنا شدند که کرونا ویروس مردم را در اکثر کشورها گوشه‌نشین کرده بود. آنها طریق اینترنت ملاقات و شعر و آهنگ ایجاد می‌کردند. بعداً کارگردان موسیقی فرقت اعظموف با پرواز چارتری به دیداری علیشا می‌رسد. ترانه چمکیگا ایندیا که کلیپ آن در سمرقند ثبت شده است نتیجه همکاری هنرمندی معروف هندی با کارگردانی تاجیک است. به نوشته The Indian Express، علیشا چینای در هندوستان و فرقت اعظموف در دوشنبه کار و زندگی می‌کنند، اما رابطه و همکاری را ادامه می‌دهند. و در پایان برنامه از قرب اسعار خارجی در برابر سومانی میگوییم. امروز 29 ایول بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی را 166 سومانی و 20 درم معین کرده است. یک دلار آمریکایی به 10 سومانی و 26 درم و یک یورو به 10 سومانی و 43 درم برابر شده است. این قرب رسمی است که بانک ملی اعلام کرده است و در بانک‌های تجارتی امکان دارد که کمی قرب اسعار فرق کند. سپاس بیننده عزیز که ما را همراهی کردید. سرخط خبرها به پایان رسید و ساعت 4 به وقت دوشنبه و ساعت 2 به وقت مسکو شما را در برنامه اخباری آزادی انتظاریم. تا دیدار، خدا نگهدار.